مردا وقتی میرن باشگاه همه فکر میکنن واسه ساختن بدنشون، ولی هدف اصلیشون اینه که حداقل 1 ساعت که تو باشگاهن به چیزی فکر نکنن. گاهی آدم‌ها به نقطه‌ای میرسند که دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند. یه جایی که دلشان نه برای آینده میتپد نه برای گذشته میسوزد. فقط میستند، نگاه میکنند و سکوت میکنند. دنیایی که هر روز در آن صداقت قربانی مصلحت میشود، احساسات بازیچه عوضهاست و قولها نخهای پوسیده‌ای که با اولین طوفان پاره میشوند. ما یاد گرفتیم که زخمی شویم اما ناله نکنیم، بشکنیم اما صدای شکستمان را توی دل خودمان خفه کنیم، خسته شویم اما لبخند بزنیم. عجب دنیای غریبی است که هرچه بیشتر خودت را قوی نشان دهی کمتر کسی میفهمد چقدر